حال صوفیا مثلا مشاهده میکنیم، این منظر که ما چشم خود مشاهده کردیم، والله عزوجل ما شما را و نسل های ما شما را نگاه کنه. در بر امام در اسلام آباد جای به نام ارس دارن سال خورسی، این صرف یک شمه از خرافات و شرکیات این البته نقل میکنه. و به چشمای خود مشاهده کرده میره که قبله به یک سنس اینا به سوی قبر نماز میخوانن. خب شما چی فکر میکنین که داری همین تعداد خیلی کثیر مردم به یاغوشته هستن؟ متوجه باشین اینا مشرکین هستن، اینا جهل به ناظر نیست، کسی که اینا جاهل هستن، اینا مشرکین هستن. اگر گویا جهل به اینا حضور باشه، باز به هندوان باید جهل باید حضور باشه، به نصاران باید جهل حضور باشه، به یهودان باید جهل باید حضور باشه، به همه که به امریکایی که افغانستان اشغال کردن ما رو به قبیلان باید جهل حضور باشه. به این خاطر که اینا نه کتاب را شنیدن، نه سنت را گوش کردن، نه به حلقات درس نشستن، نازان به گوشان داده شده. خب اینا باید معذور باید باشه. فقط نمی اشکال داره، مشکل پیشان است. در حالی که اینا در کشور زندگی میکنن که در هر جای صدای اسلام است، مردم به خاطر اسلام به زندان‌ها کشانده شدن، مردم به خاطر اسلام کشته شدن، مردم به خاطر اسلام در این جای زندگی میکنن. در تک جای نیستن که جای جنگلات باشه. طوایف از مردم به شکل به این چرا خوشته بیشتن که اینا گویا به هستن که این مردم ببینن. شما که پیشونام برین نام نمیگن که اینا اینی قبر که ما نماز میخوانیم این اله است یا آسمان زمین خلق کرده. این عید کسی نمیگه، نه این عید کس دعوا کردن که ما زمین آسمان خلق کردیم. کسی گفتن که زمین آسمان ما خلق کردیم. نه خیلی مشکل دری است که اینا به هستن که ما چه قسم خود به الله برسانیم، باید توسط از افراد خود به الله برسانیم. از این خاطر یک حادثه را اختلاق کردن و ساختن بین مولانا و بین شمس. حادثه را نقل میکنن گویا کنم وقت میگه شمس روان بود و از با آب خود انداخت گفت یا الله یا الله، در سر آب را میره. یک کسی دیگه میره مشاهده کرد گفت بیاین که ما بگم یا الله یا الله، گفت یا الله غرق شد. نزدیک بود غرق شد، گفت برای شمس را که یا الله تو یا شمس بگو، به خاطر ما خب الله رسیدیم، تو خو نرسید، تو باید اول بر ما برسی. با یا شمس بالا سر آب را. این قصه با صورت میگیره باز اوه ناز و کرشمه صوفیا را مشاهده میکنیم در مجالس که همگی دلالت به چی میکنن؟ دلالت به شرکی طایفه میکنن. کسی به اعتقاد باشه اعتقاد بگذار که به اعتقاد نباشه، کسی کار انجام داد مشرک است. از این خاطر ما همیشه علما را به این مطالبه میکنیم که مسائل برای مردم بیان کنن. در این مساجد ما نشستیم که ببینید شرک بوا و صراح و که انتخابات است، این را گذاشتن که به یک چیز دیگه صحبت میکنن. خود پیشروشان مشرکان نشستن. اینا را چه نجات بتن از مردم اصل به می است که باید برای مردم بیان شه، حقایق برای مردم بیان شه. بگذار که تهمت مردم تو را تهمت کنه، بر تهمت در پشت جسمان است. خب عالی مشکل شفاعت از این پیدا میشه که گویا اینا حتی چی میگن؟ حتی با بعضی که نشسته برخواست یا کتاباشون بخوانن کسایی که این قبر پرست هست، اینا به این عقیده هستن که ما وقتی که مثلا در قبر میریم زیارت میکنیم، چون همی کسی که قبر که صاحب از این قبر باشه در اینجا که مدفون است، این خود در نعمتهای الله عزوجل دیگه غرق است. از این خاطر که ما باید زمین انوار ما باید مستفید شویم، ما باید غرق از این صاحب از این قبر شویم. وقتی که در قبر اینو غرق شویم، از این خاطر شما مشاهده میکنی در اطراف قبرها به این شکل می باشن. وقتی که بیرون میشن پشت نمیکنن، اما از مسجد کلی که پشت میکنن، از کعبه کس پشت میکنن. اینا از با این قدری به این شکل بیرون میشن، به این شکل اینجا را بوسه میکنن، طواف میکنن، خاک از این خورده میشه، بازارها شرک مرتکب میشن، باز میگن ما امت محمدی است. محمد هم شما بیزار صلی الله علیه و سلم، قرآن سنت هم میگه شما بیزار. متوجه باشید این اصل همی است که اینا مشرکین هستن. بالا نماز جنازه خوانده میشه، اما مقابر مسلمان دفن شوند، با اینا باید مقاطعه باید صورت بگیره و این بیان شد که شما در شرک هستن، شما خودت چی بتین؟ خدا نجات بتین. به این طوائف از مردم وفات کردن، مردم نمیشه که گذاشته شده. بزرگترین مشکل همی است که اینا گویا به هستن که همی شخصی مدفون که است، این از منزلت برخوردار است که میتونه حالات تغییر بده.